سلام بچه‌ها، به فوتبالوژی خوش اومدین. آیا ممکنه یک کودکی با قدی کوتاه، بدنی ضعیف و بیمار روزی تبدیل بشه به پادشاه بیچون و چرای فوتبال؟ نه به خاطر قدرت و نه به خاطر بدنسازی، نه حتی به خاطر شهرت، بلکه به خاطر چیزی که هیچ کس نمیتونست ازش تقلید کنه: نبوغ. لیونل مسی نه فقط یه بازیکنه، بلکه پدیده‌ایه که در دنیای فوتبال معیارا رو از نو تعریف کرد. در دنیایی که گلزنی و سرعت و تاکتیک و شهرت همه چیزن، مسی بدون نمایش‌های اغراق‌آمیز، بدون شعار و بدون جنجال، فقط با توپ همه چیزو گفت. ما در این مستند وارد داستانی میشیم که فقط درباره فوتبال نیست، درباره کودکیه که میتونست نابود بشه اما افسانه شد. درباره مردی که هرگز فریاد نزد ولی صدای تمام زمین‌ها شد. این داستان لیونل مسیه. روزگاری در شهر روزاریو پسر کوچکی متولد شد که قرار بود دنیای فوتبال رو برای همیشه تغییر بده. لیونل آندرس مسی 24 ژوئن 1987. اما برخلاف قهرمانای قصه، لیو از اول با هیچ مزیتی به دنیا نیامد. نه اندام خاصی داشت، نه خانواده ثروتمند و نه حتی سلامتی کامل. او در خانواده کارگری بزرگ شد. پدرش خورخ مسی در کارخانه فولاد کار میکرد. مادرش سلیا کوچتینی در خانه‌های مردم نظافت میکرد. در سن 5 سالگی مسی با تیم محلی پدرش یعنی گراندولی فوتبال را شروع کرد. از همون لحظات اول مشخص بود این بچه فرق داره. توپ به پاش میچسبید. انگار مغناطیسی بینشون بود. اما رویا خیلی زود با کابوس مواجه شد. وقتی مسی فقط 10 سالش بود، دکترها تشخیص دادن که او به بیماری نادر کمبود هورمون رشد مبتلاست. بدنش به سختی رشد میکرد. مسی باید هر شب سوزن‌های دردناک انسولین رو تزریق میکرد. قیمت داروها $1000 در ماه. عدد سرسام‌آوری برای یک خانواده کارگر آرژانتینی در دهه 90 میلادی. باشگاه نیوز اولد بویز قول کمک داد اما خیلی زود کنار کشید. هیچ کس حاضر نبود برای کودکی بیمار سرمایه گذاری کنه. هیچ کس جز باشگاهی در آن سوی اقیانوس. در سال 2000 خورخ مسی پدر خانواده تصمیم گرفت که سرنوشت جهان فوتبال رو تغییر داد. او پسرش رو برداشت و رفت به اسپانیا تا شاید در باشگاهی به نام بارسلونا کسی رویای پسر کوچکش رو باور کنه. پاییز سال 2000 پدر و پسری خسته با چمدانی پر از امید از آرژانتین به اسپانیا رسیدن. نه آشنا، نه پول و نه وعده قطعی. اما در باشگاهی به نام بارسلونا یک مدیر فنی به نام کارلوس رکساچ پس از دیدن چند دقیقه از بازی این پسرک گفت ما نباید این بچه رو از دست بدیم هر طور که شده. در حالی که هیچ کس جرئت نمی‌کرد هزینه درمان مسی رو قبول کنه، باشگاه بارسا این ریسک رو پذیرفت. و اینطوری شد که مسی در 13 سالگی وارد یکی از افسانه‌ای ترین آکادمی‌های فوتبال جهان شد، لاماسیا. اما برای پسری که اسپانیایی نمیدونست، خجالتی و ساکت بود، همه چی آسون نبود. هم‌تیمی‌ها میگفتن این بچه حتی با ما حرفم نمیزنه، ولی وقتی توپ میاد زیر پاش جادو میکنه. مسی در رده نوجوانان خیلی سریع همه رو متحیر کرد. در هر سطحی که بازی میکرد گل میزد، پاس میداد، دریبل میکرد و مربی‌ها فقط یه جمله میگفتن: اینو بفرستین تیم بالاتر. در سال 2003 در حالی که فقط 16 سال سن داشت، مسی اولین بازی دوستانش رو برای تیم اصلی بارسلونا انجام داد. یک سال بعد در سن 17 سالگی به طور رسمی وارد لالیگا شد و فقط چند ماه بعد درخششش آغاز شد. با گلی که از روی پاس رونالدینیو دنیا رو با جمله جدید آشنا کرد. گروه خلاقیت بارسلونا حالا کامل شد. بارسلونا همیشه باشگاه بزرگی بود، اما از سال 2008 به بعد چیزی متفاوت در راه بود. پپ گواردیولا مربی تیمی شد و مسی حالا نه یک استعداد نوظهور بلکه محور همه چیز بود. تا وقتی مسی از همه تاکتیک‌ها یه قدم عقب‌تر میمونه. در فصل 2008-2009 مسی در پست فالس 9 بازی کرد، پستی که پپ خلقش کرد و مسی با اون نابودگر تمام خط دفاعی اروپا شد و بارسا تبدیل به تیمی شکست ناپذیر شد. فصل تاریخی 2008-2009 اولین تیمی در تاریخ شد که 6 گانه برد: لالیگا، کوپا دل ری، لیگ قهرمانان اروپا، سوپر جام اسپانیا، سوپر جام اروپا، جام باشگاه‌های جهان. و در قلب همه این افتخارات لیونل مسی. او مقابل منچستر یونایتد در فینال چمپیونز لیگ
با یک ضربه سر تاریخی گل زد، تصویری که برای همیشه در ذهن فوتبال باقی موند. مسی کوچکتر از همه اما بزرگتر از همه. در دهه بعد مسی به تنهایی 10 بار لالیگا، 4 بار چمپیونز لیگ، 7 بار کوپا دل ری و 6 کفش طلای فوتبال اروپا، 6 توپ طلا تا پایان دوران بارسا، دوران MSN مثلث مرگبار. سال 2014 با اومدن سوارز در کنار نیمار و مسی یه مثلث مخوف شکل گرفت. MSN قهرمانی اروپا باز هم تکرار شد و بارسا به یکی از مرگبارترین تیم‌های تاریخ تبدیل شد. اما مثل همه افسانه‌ها پایان همیشه نزدیکه. در سال 2021 باشگاهی که همه چیز رو مدیون مسی بود به دلایل مالی و مدیریتی مجبور به خداحافظی او شد. من نمیخواستم برم اما چاره‌ای نبود. لیونل مسی. آگوست 2021 روزنامه‌ها تیتر زدن مسی از بارسلونا جدا شد و همه دنیا نفسشون بند اومد. بارسا باشگاهی که لیونل مسی رو ساخت، باشگاهی که قلبش به اونا میتپید، حالا به دلیل بحران مالی نمیتونست قراردادش رو تمدید کنه. من واقعا نمیخواستم برم اما قانون لالیگا اجازه نمیداد. مسی کنفرانس خداحافظی در نیوکمپ. ورود به پاریس سن ژرمن. چند روز بعد فرودگاهی در پاریس. هزاران هوادار لباس شماره 30 رو به تن کرده بودند و لیونل مسی به PSG پیوست. همه منتظر جادوی جدید بودن اما اون چه که اتفاق افتاد یه فصل عجیب غریب بود. در فصل اول مسی فقط 6 گل در لیگ فرانسه زد و مصونیت و تطبیق با سبک بازی و البته حواشی زیادی که خودش نخواسته بود. منتقدان گفتن مسی در پاریس گم شده اما واقعیت این بود او دیگر نه در خانه‌اش بود نه در تیمی که برایش ساخته شده بود. بازگشت آرامش و قهرمانی جام جهانی. اما در دل همه این انتقادات ها اتفاقی در راه بود. مسی در سال 2022 با آرژانتین به جام جهانی رفت و کاری کرد که حتی منتقدترین طرفداران هم دوباره عاشقش شدن. 2022 قطر. دنیای فوتبال نفس‌ها رو در سینه حبس کرده بود اما برای مردم آرژانتین این فقط یک جام جهانی نبود. این آخرین فرصت مسی بود، آخرین نبرد برای تاجی که همیشه از او فرار کرده بود. راه طولانی به قله. تیم ملی آرژانتین با شکست شوکه کننده مقابل عربستان شروع کرد. اما مسی به عنوان کاپیتان و رهبر یک جمله معروف گفت: ما نمیخوایم مردممون رو تنها بگذاریم. این تیم بلند میشه. و بلند شدند. عملکرد درخشان در هر بازی، گل و پاس گل مقابل استرالیا، دریبل بی‌نظیر مقابل گواردیول، رهبری تیم مقابل هلند در جنگ روانی و در فینال مقابل فرانسه 2 گل به اضافه ضربات پنالتی. فینال تاریخی با فرانسه، شاید فینال 3-3 مقابل فرانسه بهترین فینال تاریخ جام جهانی بود. مسی در طول بازی و در ضربات پنالتی گل زد. کیلیان امباپه هتریک کرد اما در نهایت فوتبال به مردی وفادار شد که هرگز از عشقش دست نکشیده بود. لحظه‌ای که لیونل مسی جام رو در آغوش گرفت جهان ایستاد، نه فقط برای یک قهرمان بلکه برای کاملترین بازیکن تاریخ. من همیشه رویای این لحظه رو داشتم. امروز دیگه چیزی برای اثبات ندارم. لیونل مسی پس از فینال جام جهانی 2022. تابستان 2023 در حالی که همه انتظار داشتن لیونل مسی دوباره به بارسلونا برگرده، او تصمیمی گرفت که هیچ کس فکر نمی‌کرد. مسی به آمریکا رفت. چرا اینتر میامی؟ مسی پیشنهاد سنگین الهلال عربستان رو رد کرد. او گفت نمیخواستم فقط برای پول بازی کنم، دنبال آرامش و تعادل بودم. در اینتر میامی لیونل نه فقط بازیکن شد بلکه بخشی از آینده فوتبال آمریکا رو امضا کرد. ورود طوفانی به MLS. اولین بازی رسمیش یک ضربه آزاد تماشایی در لحظات پایانی و جشن هوادارانی که سالها منتظر همچین لحظه‌ای بودند. حضور او باعث شد بازی‌های اینتر میامی جهانی شود و فوتبالیست‌های دیگری مثل بوسکتس، آلبا، سوارز هم به تیمش بپیوندند. حالا بچهای آمریکایی در پارک‌ها اسمشو فریاد میزنن. حالا ساکر داره به فوتبال نزدیکتر میشه. آیا کسی میتونه جای اون رو بگیره؟ شاید. اما هیچ کس نمیتونه همون جای خالی رو پر کنه.